چگونه ای که در برآمدهای مفتی حضرت هم استاد عزیز خیلی مرحله های حیات انسان را بیان کردند. ما شنیدیم که انسان 5 مرحله دارد که از عالم ارواح به عالم دنیا می آید، از عالم دنیا به عالم برزخ می رود، از عالم برزخ به عالم قیامت می رود. این انسان چقدر حیات را طی می زند، به یک مردن جان خلاصی ندارد. یعنی انسان چندین مرحله ها را برای خود طی می زند. استاد عزیز مفتی حضرت هم در این برآمدشان هم گفت که این دنیایی که ما و شما حیات به سر میبریم، این دنیا امتحان ما و شما هست. یعنی حیاتی که ما امروز به سر برده ایستادیم این امتحان هست. پاداشی نیکی نیکی هست، پاداشی بدی بدی هست. انسانی که صدقه جاریه میکند او را دنیا و آخرتش را آباد کرده است. پیغمبر خدا چگونه که تکرارا گفتیم، یعنی انسانی که میمیرد عملهای او قطع میگردد مگر 3 چیز باقی میماند. اول صدقه جاریه هست، دوم گفتیم فرزند صالحی که در حق پدر و مادر دعای نیک کند. در اسلام تربیه فرزند هم مهم هست. از روزی که طفل به دنیا می آید ما شروع به تربیه او کنیم، او را به هدایت راهنمایی کنیم. و سیوم این است که علم ینتفع به، علمی که فایده اش در جامعه برسد. علم ینتفع به، علمی که به مردم فایده اش برسد. از کتاب اون دانشمند، از علم اون دانشمند باید همگی بهره‌مند شوند و برای اون دانشمند این علم مفید هست، فایده آور هست. و در روز قیامت هم برای اون اهل علم خداوند این عمل علمش را که رسانیده هست صدقه جاریه او میگرداند. سنت صدقه جاریه در دین مبین اسلام در اصل برای پیشرفتی جامعه و آباد نمودن آن در نظر گرفته شده است. این سنت نیک میتواند بسیاری از کمبودی های جامعه ما را برطرف نموده زندگی خوب و گفتاری را برای مسلمانان فراهم نماید. اگر در محل مسلمانان به سبب نبودن راه خوب در رفت و آمده هایشان به مشکلات روبرو می شوند، انجام دادن صدقه جاریه در ساختمان همان راه ضرور است تا آسایش آنها فراهم گردد. اگر فرزندانشان برای رفتن به مکتب به خاطر دور بودن راه مکتب مشکلی دارند، جای صدقه جاریه ساختن مکتب هست. اگر در محل بنگاه های طبی نباشد، بهترین صدقه جاریه ساختن آن بنگاه ها هست. امام ابو حنیفه صاحبی و پیر مذهب ما و شما دایر به صدقه جاریه چنین ابراز داشتند: صدقه دادن معنی از دل مال بردن و به خدا توکل کردن است. یعنی صدقه عملی است که نفس را تربیت میکند و اعتماد را بر رزق خداوند بیشتر میگرداند. صدقه جاریه نه تنها به ثواب ما در آخرت می افزاید، بلکه این چنین نشانه محبت ما به خداوند و بندگان اوست. آن در خیر را برای نسل آینده باز میکند و جامعه را استوار میسازد. از این رو وقتی آن رسیده است که ما به جای معرکه های پردبدبه، خودنمایی و تقلیدکاری به خیر و احسان دست کشاده سبب آبادتر گشتن دیار، برآوردن نیازهای مردم گردیم تا به این وسیله هم دنیا و هم آخرتمان آباد گردد. امیدواریم خداوند با ما توفیق دهد که محبت مردم و خیرخواهی نسبت به آنها را در دل داشته باشیم و توانی گره‌کشی از کارهای آنها را به ما عطا نماید. خلاصه صدقه این تربیه نفس، نشانه ایمان حقیقی، واسطه دور کردن بلا و مصیبت، با عملهای سازندگی منفعت بخشیدن به جامعه، افزایش دادن همدلی و محبت بین انسان هاست. یعنی انسانی که صدقه جاریه میکند چه حکمت ها دارد و چه فضیلت ها بالای سر اون هست. چگونه که در اول هم گفتیم و
و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را به شما میرسانم. کسی که صدقه جاریه میکند البته خداوند عمر او را زیاد میکند. هیچ طبیبی نیست که دارویی داشته باشد که برای یعنی مریض که بدهد عمر او دراز شود. هیچ دوای دارویی نیست که انسان را عمرش را طولانی کند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که عمر انسان را به طریق صدقه کردن دراز می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این همه سخنهای زیبایی را گفتند که انسان وقتی که خداوند اون را دارا کرد، ثروتمند کرد، از اون مبلغی که دارد در راه خدا به خلق خدا، به بندگان خدا خرج کند تا که صدقه جاریه را به خودش کسب کند. اولین عمر انسان چی می شود؟ طولانی می گردد، زیاد می گردد. دوم، انسان به طریق صدقه جاریه نام بد نمی گیرد بلکه برای خود یعنی نام نکو می گذارد. باباهای ما و شما و اون قهرمان هایی که در دولت ما و شما خدمت کردند، در دین ما و شما خدمت کردند، چقدر نامی نیک دارند. نامشان را به نیکی یاد میکنیم که فلانی بابای ما، فلانی عالم ما و شما چونین سخنی گفت و چونین یعنی آبادکاری کرد. البته این نامی نکو برای کسی که صدقه جاریه میکند و این افتخار هست برای نسل آینده او، برای ذریت او. انسانی صدقه جاریه میکند با آبرو از این دنیا میرود. فلانی مکتب و راه و چاهایی که برای نوشیدن مردم آب را چقدر مهیا کرد و به نیکی او را یاد میکنیم. سوم، تکبری و فخر را از اون انسانی صدقه جاریه میکند خداوند میگرفته است. اینقدر مردهایی که و اون نفرای صاحبکاران وطنی ما و شما مکتبها و دانشگاه ها و این همه راه ها و مسجدهای ما و شما، این جای نمازهای زیبایی که بالاش ما نشسته هستیم، یک نفر چقدر برای 5000 و 10,000 نفرها آموده یک جای نماز مهیا کرد. این عمل خصلت نیکی هست که در زبان ما و شما همیشه به نیکی نام اونها را ما ذکر میکنیم. این است اسلام عزیز، این است دین مبین اسلام. دین مبین اسلام تفریقه اندازی نیست، دین مبین اسلام کبر و غرور نیست، دین مبین اسلام فخر کردن نیست. دین مبین اسلام خاکساری هست و در میان ما و شما اون برادر آمده نماز میخواند و فخر دارد و خداوند عزوجل کبر و غرور را از اون انسانی که صدقه جاریه میکند از دل او بیرون میکند. حالا که ما هم اشاره کردیم در اول گفتیم که انسانی که خیر و احسان میکند اول اون ایمانی بر الله دارد، دوم اون ایمانی به آخرت دارد روز قیامت که ثوابش را انتظار میشود. چهارم، غضب خدا را از بالای سر دور میکند. یعنی انسانی که صدقه جاریه میکند غضب خدا از بالای سر او دور میشود، بلا از خانواده او دور میشود. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم چون سخن زیبایی گفتند که انسانی که صدقه میکند البته بلا را دفع میکند، دور میکند. همین اصطلاح هم در گوش همه ما و شما میزند، میگوید که صدقه ردی بلا. این گفته پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم هست که صدقه بلا را دور میکند، غضب پروردگار را دور میکند. هر یکی ما و شما یک تایی صدقه جاریه کنیم چقدر دین ما آباد میکنیم و دولت ما و خانه ما همگی را آباد میسازیم. عمل نیک این خوشنودی پروردگار هست. اسلام عزیز ما و شما را دستور میدهد که وقتی که انسان دارا هست، ثروتمند هست، باید به نیکی کردن
با صدقه جاریه یعنی شب و روز انجام دادن اون را برای ما و شما تأکید میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم گفتند که ما نقصت صدقه من مال، هیچ صدقه از مال کم نمی شود. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، و هر کسی که در برابر صدقه میکند و خاکسار هست، خداوند تکبری را از دل او دور میکند و خاکسار هست، خداوند گناهان او را می آمرزد. به طریق چی؟ به طریق صدقه جاریه. خب و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، هر کسی که بخشش دارد، گناه یکدیگر را می بخشد و از کمبودی یکدیگر گذشت میکند، خداوند عزت میدهد، آبرو میدهد. در جامعه هم در نزد پروردگار هم آبرو هست. و ما تواضع احد لله الا رفعه، و هر کسی که خاکساری را برای خود پیشه میکند، خداوند درجه او، مرتبه او را در نزد خودش بلند میسازد. هر کسی که عملی نیک میکند، عمل خوب را انجام میدهد، دنیا و آخرتش را آباد کرده است. و امروز هم آیات‌های قرآن و سوره‌های قرآن دلالت به نیکی میکند. چگونه ای که اشاره های است که خداوند عزوجل میگوید که ای بندگان من، میان یکدیگر صلح بیورزید، از صلح و خیر، بین یکدیگر بخشش کنید، گذشت کنید. و امروز هم با تلاش و زحمت های غمخواری پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، این دولت ما و شما چقدر آباد هست، چقدر راه های وسیع آباد، مکتب ها و دانشگاه های یعنی درجه اولین دم استان برای ما و شما مهیا کردند. و ما برای همگی ما و شما لازم است، ضرور است که همیشه دعای خیر کنیم و خودمان هم مثل اون قهرمان ها عملی شویم و همیشه برای کار خیر و صدقه جاریه یعنی همیشه پابند باشیم. اسلام است که ما و شما را تربیت میکند، میگوید که از اون مالی که تو صدقه جاریه میکنی، مال تو کم نمیشود، ضیق نشو، غمگین مباش، فکر نکن که مال تو کم می شود، البته مال تو 10 برابر زیاده می گردد. این وعده قرآنی هست. هر کسی که در راه خدا قرض می دهد، صدقه می کند، آبادکاری می کند، 10 برابر مال او زیاده می گردد و اجر و پاداش عظیمی را برای خود کسب می کند. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که عمر انسان زیاد می گردد، همه ما و شما با صدقه جاریه حتی دعای نیکی را از مردم، از امون کم بیزاعت ها و فقیر و یتیم ها چی میشنویم؟ خدا عمری درازی طولانی برایت نصیب گرداند. و این برای ما و شما یک فخر است که انسان عمری طولانی که دارد، اجر و پاداش و ثواب و منزلت زیادی را به خودش کسب میکند. وقتی انسان عمری دراز دارد، همیشه کوشش کند به کار نیک و کار عمل خیر، آخرت خود چی آباد ساخته است. و شکرانه کنیم که در یک فضای صلح و ثبات، آرام و امنیت، در یک فضای هستیم که در مسجدهای و همه مسجدها کشاده هست، آرامانه میاییم نماز خود میخوانیم. و اون برادرانی که امروز کوشش کرده و صدقه جاریه کردند که ما و شما در یک بهترین مکان، خانه خدا، با بهترین عبادت شروع باشیم، خب اینها همه اجر و پاداش دارد و خداوند ثواب و ثمره این را زیاده میگرداند. دعا میکنیم در آخر خداوند عزوجل همه ما و شما را موفق به صدقه جاریه کردن نصیب روزی بگرداند و الله مهربان این همه ثواب امر معروف و ثواب این همه امر معروف و نهی منکر و ثواب این همه آیت های تلاوت کرده شده را با گذشتگان خود ما پروردگار گذشتگان رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند و پروردگار را اون برادرانی که گمراه هستند و اون جوانهایی که گمراه هستند خدایا هدایتشان بگردان. پروردگار را
برادرانی که در مهاجرت مهنتی هستند اونها را نگهبان شو و توفیق بندگی و ایمان کامل براشان نصیب روزی بگردان و سالم و غانم به خاندانشان باز بگردان. پروردگارا پدر و مادران ما را نگه بدار و نیکی کردن به پدر و مادر را برای ما نصیب روزی بگردان. پروردگارا فرزندان ما و نسل ما را هدایت بگردان و در تربیه فرزند همگی این دست برداشتگان را موفق و سربلند بگردان.